بسم الله الرحمن الرحیم. الحفیظ یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی اسم حفیظ الله سبحانه و تعالی هست. الحفیظ یعنی حفاظت کننده، نگهدارنده. الحفیظ چه قسم با این نام الله سبحانه و تعالی زندگی بکنیم؟ من حیث یک مسلمان با این نام الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی میکنم؟ اول عقیده دارم که الله سبحانه و تعالی با این صفتی که الحفیظ است، کلام با عظمتش که قرآن عظیم شان است، این را حفظ میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس هیچ کس نمیتونه که در لفظ قرآن تحریفی بکنه و یا قرآن از بین ببره، چون الله حفیظ است، را حفظ میکنه. دوم عقیده دارم به ای که الله سبحانه و تعالی با این صفتی که داره که الحفیظ است، تمامی مخلوقات خود حفظ میکنه. آسمان ها را، زمین، ستاره ها را، مهتاب، دنیا را، آخرت. تا وقتی که بخواه همه چیز حفظ میکنه و وقتی که بخواه قیامت بکنه میتونه همه چیز زمین و آنچه که آسمان ها و سیارات است همه زور نابود بکنه. الله سبحانه و تعالی حفیظ است. من عقیده دارم که او ذات با عظمتی که تمام مخلوقات حفظ میکنه، باز بنده های مؤمن خود از شر شرک، کفر، بیدینی و طاغوت پرستی حفظ میکنه، به شرطی که این بندش واقعا بنده مؤمن باشه، یقین داشته باشه و اخلاص داشته باشه و چالبازی و فریبکاری نکنه. دیگه عقیده دارم که الحفیظ ذاتی هست که اعمال بنده هایش حفظ میکنه. هر عملی که ما میکنیم او را الله حفظ میکنه و در روز قیامت ما را با او اعمال ما محاسبه میکنه. پس ما در اعمال خود بسیار احتیاط میکنیم، کاری میکنیم که وقتی در روز قیامت دفتر اعمال ما داده شود، در اونجا پیش الله شرمنده نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.